خب بچه 3 روز دیگه به اجرا مونده. از فردا پس فردا تمرینه، پس اون ورزش‌ها روز اول اجرا. خیلی هیجان دارم، خیلی خوشحالم. قرار براتون کلی استوری بذارم. خب بچه من حاضر شدم من سر تمرین. سلام حالا خوبی؟ ممنونم. خب دوستا من میمونیم با کوره باری وسیله دارم دیگه. دارم ناخونمو بسازم برم سمت کلاس. خوب شد. بچه من دارم براتون اتاق گیرم اسفلی میزنم، ویدیو میگیرم دیگه. اون به همه درگیر دکوران روزه سرجنگ در انتظاره. خب بچه من همین الان تمرینم تموم شد دیگه. بودو برم و مامان یه گل بگیرم تو نشد کادو بگیرم. برم یه گل بگیرم برگردم خونه که یه نفر اینجا خیلی گرسنه است. زودتر من به خونه برسم. خب دوستان امروز آخرین روز تمرین، فردا اجرامون میشه. قراره دیگه کلی کنیم. الان دارم میرم سمت سالن تمرین آخر. خب بچه من رسیدم فرانسه روز اول دیگه. از حس و حال خوب شده. هنوزم بچه ها نیومدن. من نشستم بچه بیام نشستم رو داری دیگه دارم اسلام رو برم گفتم. اینجا شده دوم اینجاست دیگه. من دارم الان میرم کمکن سالون برم یه سری کارم انجام بدم. یه خوشی شد رنگیامون همه ابری شد، موندیم تو همین اولی شد. تو بگو اصلا یه خوشی شد، به هم بگو کی مثل من موهاتو میبافه، کی مثل من نمیشه کلافه، کی مثل من بگو کی مثل من، کی مثل من به هم بگو کی مثل من میخواد با تو باشه، کی مثل من عشق تو برنامه هاشه، کی مثل من بگو کی مثل من، کی مثل من. وقتی میبینمت دلتنگیام بیشتر میشه بعد دیدنت. اینجا سر دومه مثل برق و باد بیجا تموم شد. بیزن دارم تموم شد و همه چیز دارم. اینجا همه چیز خوبه. آقا قرار بود
بتون خونمون نجون بدن شد این مدلشم عوض کردم. این مدلی خیلی دوست دارم. خب شب دوم تموم شد. جای عالی. دیگه دارم میرم سمت خونه. منتظر حضور گرمتون هستی. هر نمایش ما دیدم فرمایید. یه نمایش متفاوت، یه تجربه متفاوت کسب کنیم. خب بعد اونجایی که من هر شب میام اینجا گیری به من انجام میدم قرار خونه ها رسیم، ولی من میام اینجا دوست عزیزم کمک میکنه دست در نکنه. میگه الان کارم تموم شد بجستین تا اجرا شروع شد. شب دوم تموم شد. خیلی زود دارم میزنه ولی اینجا خیلی جای خوبی بود. خوردن نمیدونم تا امروز بی حوصله ترینم. دیگه برم سمت تالار. شب اجراست تا یه در حالم اوکیشه. حوصله ندارم. خب دیگه من امروز یه ذره دیدم شده سریع برسم تالار. مثل برق ما داره میذاره. خدا چرا؟ یعنی جمعه دیروز اصلا جمعه همیشه قد یک سال میذاره و دیر مثل برق با گذشت. خواب پایان آمد. این دفتر اجرا تموم شد. الان دکور رو جمع میکنیم. کلی خاطره قشنگ این کار برامون دیگه داریم جمع میکنیم که سال جای آخر دیگه گفتن سخته.